پرونده دزدی تعریف کنم جالبه. حالا مال کجا هست رو نمیدونم. میریزن توی خونه کلا جارو میکنن و برمیدارن میبرن. خلاصه مأمور و مأمور بازی میشه و یکی از دزدا چند وقت بعد زنگ میزنه به این خونه، میگه که آقا من میدونم اساساتون کجاست. تو کی هستی؟ میگه من یکی از دزدام، شریکام حقمو بهم ندادن، میخوام لوشو بدم. تو فلان شهرستان بیرون از اون شهر بوده. تو یه آدرسی تمام لوازماتون اونجاست. خلاصه دوباره میرن به پلیس اطلاع میدن که یه همچین تلفنی شده و با پلیس این شهر میرن اون شهر، میبینن بله به این آدرس تمام لوازم‌ها اونجاست. لوازم‌ها رو بار میزنن، یه اسکورت از پلیس هم بوده، میان تو اون شهر خودشون، میبرن تو اون خونه، دوباره طرف لوازم‌هاشو میچینه. چند روز بعد همون دزدا میریزن تو خونه، تمام جاسازای مواد مخدر رو ور میدارن و میرن. خیلی شیک و مجلسی، از یه شهر دیگه به یه شهر دیگه کلی مواد قاچاق میشه با اسکورت پلیس. اینو میگن دزدی.